ایرلندی‌ها و آلمانی‌ها، عموزاده‌های کهن، نگاهی به زبان و تاریخ مشترک مردم ایرلند و آلمان و همچنین اشاره‌ای به پیوندهای آنها با هندوها و ایرانیان. نکل و درویو که به معنای جامعه پویای ایرلند می باشد، گروهی از داوطلبان خبره هستند که در این ویدیو پیوندهای ویژه‌ای از آلمانی‌ها و ایرلندی‌ها را نشان می‌دهند. با توجه به اینکه فرهنگ عامه غرب نیز به پیوند با مشرق زمین از جمله هند و ایران باور دارد، بنابراین در اینجا دنیای غرب و شرق به هم می‌پیوندند تا با یادآوری روزگاران باستانی خود بازار توریسم و گشت و گذار را در استان میو که هنوز هم به زبان کهن ایرلندی سخن می‌گویند رونق بخشد. فرهنگ سلتیک در ایرلند که به فرهنگ گیلیک مشهور است، یکی از دروازه‌های تمدن اروپاست که به ارزش‌های اخلاقی، نظم و یکپارچگی و فرهنگ و دانش و فراگیری می‌بالد. پیش یا پس از آنکه رکوردهای ضبط شده آغاز گردد، تمدن گیلیک قاره اروپا را در نوردیده بود و پیوند فرانسویان و ایرلندی‌ها در روزگاران کهن آغاز گردید که شامل موضوعات داد و ستد، دین مشترک و پیمانهای همبستگی می بود. در این ویدیو ما پیوندهای مشترک میان مردم ایرلند با فرهنگ و تمدن هند و اروپاییشان همانند فرهنگ مردم آلمان و فرهنگ مردم هند و ایران را گرامی می‌داریم. این مناسبت فرهنگی تنها به خاطر رونق بخشیدن به صنعت توریسم و گشت و گذار در شهرستان میو نمی باشد، بلکه همچنین برای درک و تفاهم بیشتر از این هماهنگی و پیوند باستانی میان مردمان این کشورهاست. زبانهای فرانسوی و انگلیسی که تا حدی مخلوطی از زبانهای کهن و هند و اروپایی هستند، در اینجا کمتر مورد بحث قرار می‌گیرند، در حالی که در روزگاران باستان زبانهای سلتیک و آلمانی به صورت جداگانه مفهومی نداشتند و در حقیقت یکی می‌بودند. انگلیسی اصالتاً مبنی بر گویش قوم‌های آنگل‌ها و ساکسون‌ها معروف به آنگلو ساکسون بودند که در 500 سال پیش از میلاد مسیح از آلمان کوچ کرده بودند. حدود 60% واژگان کنونی زبان انگلیسی در طول تاریخ از نورمن‌ها، فرانسوی‌ها و دیگر زبان‌های هند اروپایی وام گرفته شد. تا سال 1250 میلادی بیشتر دستور زبان اولیه انگلیسی از بین رفته بود. هند و اروپاییان. آنالیزهای ژنتیکی نشان می‌دهد حدود 8000 سال پیش گروهی از انسان‌های اولیه از آفریقا کوچ کردند. برخی آنان به آسیای جنوبی رفتند. آنها در حقیقت اجداد ساکنان دیگر قاره‌های جهان به جز آفریقا میباشند. هرچند حدود 16000 سال پیش در عصر یخبندان که حدود 2500 سال طول کشید، این مهاجرین را در وهله اول غافلگیر کرد. جمعیت آنان به شدت کم شد. از نظر ژنتیکی حدود 20% جمعیت کنونی اروپا از هند اروپاییان هستند که البته این مربوط به قبل مهاجرت اخیر به اروپا می باشد. بقیه 80% از دیگر نقاط اروپا پیش از عصر یخبندان می بودند. هند اروپاییان نه تنها از عصر یخبندان جان سالم به در بردند، بلکه در این دوران سخت‌کوش و پویا نیز بودند و هر جایی که می‌رفتند فرهنگشان پذیرفته می‌شد. فرهنگی که دین و قانون، یکتاپرستی، سیستم فرمانروی و توان لشکر نظامیش در خور احترام می بود. پس از آنکه عصر یخبندان به پایان می‌رسید، میهن اصلی هند اروپاییان کجا می بود؟ بر اساس تحقیقات ژنتیکی و باستانشناسی که در سال 2003 توسط استیفن اوپنهایمر انجام شد، در کتابش تحت عنوان بیرون از بهشت آفریقا به این نتیجه میرسد که خانه آنان جایی حدود اوکراین امروزی و شمال دریای سیاه در جنوب فنلاند می بود. از آنجا بود که هند اروپاییان به سمت شرق و غرب راهی شدند. غربی ترین نقطه اروپا نواحی بومی ایرلندی نشین است و شرقی ترین نقطه‌ای که کوچ کردند هند می باشد. قبایل هندو ایرانیان از اورهایمت به سمت شرق مهاجرت کردند. گفته می شود که یاماشا آخرین پادشاه این قبایل متحد می بوده است. حدود 1800 سال پیش از میلاد مسیح این قبایل به دو شاخه ایرانیان غربی و هندو آریایی‌های شرقی تقسیم شدند. ایرانیان بومی شامل قبایلی از سکاها می بودند که واژه اسکات نیز از همین قوم گرفته شده است. اسکات نامی از تاریخی که توسط ایرلندی‌هایی که در قرن ششم به اسکاتلند مهاجرت کردند اطلاق می شود. قبایل آلمانی به شمال اروپای مرکزی مهاجرت کردند. قوم سلتیک نیز با خویشاوندان آلمانی خود به اروپای مرکزی مهاجرت کردند که برخی از آنان همانجا ساکن شدند و بقیه به سفر خود ادامه دادند تا به غربی ترین نقطه اروپا که همین ایرلند امروزی رسیدند.
همه زبان‌هایی که از یک خانواده ساختار مشترک ویژه‌ای دارند. تعداد نسبی این مشترکات در آن زبان‌ها حائز اهمیت است. زبان ایرلندی و آلمانی نمونه‌های گفتاری مشترک. آلمانی‌ها همانطور که بیشتر ما می‌دانیم می‌توانند جمله‌های طولانی به کار ببرند بدون آنکه منظورشان تا واژه پایانی آشکار گردد. واژه پایانی همان فعل آخر است که منظور اصلی گوینده را بیان می‌کند. مثالی در فرهنگ آلمانی: Er ging nach Lenzburg, Schuhe in der richtigen Größe für seine Mutter zu kaufen. او به لنزبورگ رفت تا یک جفت کفش با اندازه‌ای مناسب برای مادر بزرگش بخرد. در زمان آلمانی، فارسی و یا ایرلندی 6 ثانیه برای شنونده طول می‌کشد تا متوجه شود برای چه او به لنزبورگ رفته است. در این سه زبان در نشست‌های بین‌المللی مترجم باید صبر کند تا جمله به پایان برسد. نمونه مشابه زبان ایرلندی: او به کرک رفت تا یک جفت کفش با اندازه‌ای مناسب برای مادر بزرگش بخرد. در این جمله نیز 6 ثانیه طول می‌کشد تا شنونده دریابد برای چه او به کرک رفته است. 2. در شکل مصدر یک فعل برای مثال صحبت کردن، دیدن. هر دو زبان ایرلندی و آلمانی می‌توانند جمله‌های مجهول به کار ببرند، همانند جمله من تحسین شدم. Ist meine Schwester zu sprechen bitte? ممکن است با خواهر من صحبت شود؟ Ní raibh duine le feiscin sa tiopa. کسی در مغازه نبود که دیده شود. 3. دوباره ذکر می‌کنیم که آلمانی‌ها میل زیادی به صحبت کردن جملات بلند دارند قبل از آن که منظور نهایی خود را آشکار سازند، مانند این عبارت که شامل اسم‌های متعددی است که گرد هم آمده است. Dampfschifffahrtsgesellschaftsdirektor stellvertreters Gemahlin. همسر رئیس معاون مدیر عامل شرکت ناوآوری بخار. ایرلندی‌ها درست همانند آلمانی‌ها چنین علاقه‌ای دارند که از عبارات مرکب و طولانی استفاده کنند، مانند اداره سرویس اتوبوس مدرسه برای فرزندان والدینی که می‌توانند ایرلندی صحبت کنند. 4. ایرلندی‌ها علاقه خاصی به بازی با واژه‌ها دارند و برای زبانشناسان زبان ایرلندی مملو از شوخی و مزاح است. چخت، آمدن، امت، رفتن، چخت، فرستاده، چخت ور، مناسب، چخت رفت، پیام، چخت ره. پیغامبر. آلمانی ها نیز در مکالمات دوستانه از این بازی با واژه ها استفاده می کنند. Sprechen, صحبت کردن، widersprechen, تناقض، Gespräch, مکالمه، Fernsprecher, تلفن، Fürsprecher, شفاعت، Zwiegespräch. گفته شنود. قوم‌های سلتیک و آلمانی تا دوران رومی‌ها در کنار یکدیگر همسایه‌وار زندگی می‌کردند. سلتیک‌ها بعد از ترک منطقه از خود ردپایی به جای گذاشتند. برای نمونه نام فیون در حقیقت همان وین یا وینا میباشد. کوههای آلپ با نام سلتیک تزیین شده است. آلپ در زبان ایرلندی که به معنای برآمدگی یا کوه می‌دهد و کوه برگنز برگرفته شده از الهه خورشید بریجید میباشد. در فرهنگ عامه قهرمانی به نام اشترینگ که از قومی اسطوره‌ای به نام فربلوک می باشد نام اصیل آلمانی دارد که مشخصه‌های اساسی مردم خود را بازگو می کند و آن نظم و انضباط است. تا پیش از قحطی 1844 تا 1849 ایرلندی‌ها با وجود تمام مشکلات و سختی‌ها سعی در انتقال سینه به سینه میراث فرهنگی خود به فرزندانشان بودند. گرچه تمدن ایرلندی نابود گشته بود و غرور آنان لگدمال شده بود، زندگی زیر سلطه قانون پادشاهی انگلستان به اربابان انگلیسی حق کسب مزارع پردرآمد را میداد، به طوری که نهایتاً مردم گرسنه ایرلند در برابر فشار اعمال شده سر تسلیم فرود آوردند. آنها فرهنگ و زبان انگلیسی را جایگزین کردند. نام افراد و مکانها به انگلیسی درآمد، به طوری که مفهوم اصلی آن کاملاً دگرگون شد. در برخی از موارد حتی مردم بومی ایرلند پیشوندهای اصیل نامهای خانوادگی گیلیک مانند مک نیک اونی
که به معنای زاده یا پور می باشند را از نام خانوادگی خود حذف کردند، تنها به خاطر اینکه بیشتر ظاهر انگلیسی داشته باشد. آری، ایرلندی ها اعتماد به نفسشان را به کلی از دست داده بودند و خاطرات قاره‌ای و ریشه های شرقیشان پژمرده گشت. هم نواختی زبانی که در سرزمین‌های تاریخی گیلیک شامل ایرلند، اسکاتلند و جزیره بشر د آیل آف من میباشند با ظرافت پرورش یافته بود. مشترکات گرامری زبان آلمانی و ایرلندی شواهد محکمی از ریشه فرهنگی مشترک که از آن تکامل یافته‌اند را به ما نشان می‌دهد. واژگان مشترک نیز در این زمینه اعتبار بیشتری به این نظریه می‌دهد که زبان ایرلندی و آلمانی واژه‌های متعددی با ریشه مشترک دارند که به برخی از آنها می‌پردازیم. در دو لغت از این نمونه‌ها حرف اس که شاید پیشوند هند اروپایی باشد به کلمه چسبیده است. دور Der Tor. Quadde Der Faden. Fas Wachsen. Lauert Labern. Last Die Last. Loch Das Loch. Main Die Meinung. Pock Der Bock. Pschächan Sprechen. Rittere Ritter. Smacht Die Macht. Sommer Schön. Tag Das Dach. گرچه به ندرت واژگان معانی برعکس در دیگر زبانها می‌دهند، ولی ممکن است این اتفاق به علت حذف شدن پیشوندی صورت گرفته باشد، مانند فرگرا که در زبان ایرلندی به معنی پاسخ میباشد و فرگا که در زبان آلمانی به معنی پرسش میباشد. البته ممکن است ما بعد از اینکه گپی که با آلمانی ها بزنیم با خود بگوییم که خب داستان همین بود، ولی حقیقت آن است که آلمانی ها برای پی بردن به جزئیات این قضیه به تحقیق و تحفظ خود ادامه میدهند. زبانهای ایرلندی، هندی و برخی پیوندهای ویژه‌شان با آلمانی در واژگان و آیین زندگی. بسیار از نامهای مکان یادآور کالی می باشد. کاری الهه هندی است که روزی برای همه هندواروپایان شناخته شده بود. حدود 2000 سال پیش در شهرستان میو برخی از سلتیک های مسافر نام صخره‌ای را آنخالیاخ نهادند که گرفته شده از الهه هندی کالی می باشد. آن صخره زیبا در زبان انگلیسی کاخ نامیده شده است. واژه ایرلندی کالیا به معنی چادر می‌دهد. در زبان ایرلندی کهن کالیاخ معنی چادر به سر می‌دهد که شاید همان زن چادر به سری باشد که اسرار زندگی در دست اوست. البته کالی الهه مرد نیز می‌باشد، اما او همچنین سمبل مادری است که حلقه زندگی در دست اوست. الهه خورشید هندواروپاییان بریج در زبان ایرلندی به عنوان شخصیتی مقدس برای مسیحیان اولیه ایرلند به شمار می‌آمد. صلیب بریجید مقدس در واقع نشانی از خورشید است که ممکن است در شکل‌های متفاوت در هند، مصر، ایتالیا و دیگر نقاط دیده شود. قوانین گیلیک برهن مشابهت‌هایی با قوانین هندی دارد. شوربختانه بسیاری از محققینی که به زبان انگلیسی قلم زده‌اند عاجز از این بودند که روح آزادمنشی قوانین گیلیک را دریابند. قوانین گیلیک برهن برای نمونه احترام و ارزش به حقوق زنان را لازمه جامعه‌ای پویا می‌داند. این قوانین محدوده وسیع جغرافیایی از کوههای دور و دراز و جزایر ریز و درشت را در بر می‌گرفت. این قوانین مجموعه‌ای شبیه به قوانین جامعه یاسای چنگیزخان مغول در قرن 14 میلادی میباشد. قوانین برهن مناسب جاهایی میبود که ارتباط منظم درباره موازین قانونی دشوار میبود. در زبانهای ایرلندی و هندی واژگان بسیاری یافت می شود که ریشه مشترک هندواروپایی دارند. برای مثال ما چند نمونه از این واژگان را به همراه معادل آلمانیشان در اینجا می آوریم. ابتدا واژه ایرلندی، سپس واژه همریشه هندی و آنگاه واژه آلمانی را ذکر می کنیم.